ببینید اینا جوونه هایی که برای سال بعد به من یک شاخه رویشی میدن. همینطور اینها و اینها، اینا جوونه رویشی من هستن. من اینا رو یکی از اینا رو لازم دارم برای انجام پیوند. ببینید با روش قاشی میخوام این پیوند رو انجام بدم براتون. خب این از پیونده که ما موقعی که میخواید پیوند رو انجام بدین سعی کنین دستتون به این ناحیه برخورد نکنه و آلوده نشه. همچنین کاتر یا چاقویی که دارین استفاده میکنین کاملا تیز و استیل شده باشه. حالا من اینجا میخوام پیوند رو انجام بدم. ببینید من اینجا دو تا شاخه دارم، یه شاخه امسالی و یه شاخه پارسالی. روی هر دوی اینها هم ما میتونیم پیوند رو انجام بدیم، فرقی نداره، برای ما محدودیتی نداره. روی شاخه امسالی اگر بخوام پیوند رو انجام بدم، ببینید به همون مقدار که من اومدم این رو کندم از روی پایه آوردم، به همون مقدار باید اینجا برش ایجاد کنم. ببینید و این رو در محلی که برش انجام شده جایگذاری کنم. ببین دوستان به همین شکل. مثل این پیوند ما اگر دیدین قطرش کمتره و یا برشتون کمتره، از یک طرف برابر کنید. من از سمت بالا اومدم این رو باش هم سایز کردم و برابرش کردم. خب حالا میریم برای بستنش. برای بستنش باید محل پیوند کاملا بسته باشه و موقع بستن حواستون باشه که تکون نخوره و از جاش جابجا نشه. تمام محل هایی که برش خورده از بالا تا پایین باید بسته شه. ببینید به صورت ضربدری از بالا تا پایین همه رو میبندم و در نهایت میبندم گرم رو و تمام. خب اینجا پیوند رو انجام دادیم و چون توی شهریور ما داریم این کار رو انجام میدیم، لازم نیست که ما این شاخه رو قطع کنیم. شاخه رو سال بعد بهار، زمانی که این درخت سبز شد، از بالاتر از پیوند قطعش میکنیم تا پیونده که ما شروع کنه به رشد کردن. ممنون از اینکه با ما همراه بودین.